به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک امت دانشمند، یک امت کتابخوان و ایجادکار، یک امتی هست که روز تا روز ترقیات بیشتر می کند و کشفیات جدید به دست می آورد. از این لحاظ الله سبحانه و تعالی برای این امت یک معجزه همیشگی روان کرده است، یک معجزه که تا به روز قیامت ابدی می باشد و روز تا روز این امت را در حیرت می اندازد، زیرا کشفیات جدیدی که به دست می آورند می بینند که در این کتاب 1400 سال قبل ذکر شده است. از این لحاظ بهترین معجزه برای این امت دانشمند این قرآن کریم می باشد. یکی از کشفیاتی که در ساحه طب صورت گرفت و برای ما و شما یک آیت قرآنی را معنای آن را روشن‌تر ساخت، این معین کردن نقطه فرماندهنده در مغز سر انسان است. علمای طب به این نظریه بودند که همین مغز سری که در زیر استخوان پیشانی قرار دارد، این یک نقطه خاموش است، یعنی هیچ عملی را انجام نمی دهد. ولی روز یک آهنگر وقتی که در راه آهن کار می کرد و یک قطعه از آهن در پیشانی آن می خورد و او را برده جراحی می کنند و بعد از جراحی انسان سلامتی خود را دوباره به دست می آورد و خوب می شود، لیکن می بینند که در رفتار این انسان دیگرگونی است. این انسان وقتی که در راه می رفت یک جا می ایستاد و وقتی که یک جا می نشست کسی آمده برای او می گفت که بخیز از جای می خیست، یا که برای او می گفت بشین، می نشست، مثل یک طفل شده بود. بعد از همین آنها به این نتیجه رسیدن که این نقطه مغز سر که در پیشانی انسان قرار دارد این خاموش نبوده است، بلکه این نقطه فرماندهنده در مغز سر انسان بوده است. عبدالمجید زندانی یکی از علمای یمنی رحمت الله علیه که در ساحه اعجاز علمی در قرآن کریم خدمت‌های زیادی کرده است، او میگوید که مفسرین کرام به این نظر بودند که آیتی که در سوره علق وجود دارد، ناصیت کاذبت خاطئه، پیشانی دروغگوی و خطاکار، می گفتند که صاحب پیشانی دروغگوی و خطاکار است. لیکن بعد از اینکه علمای طب این را کشف کردند که این نقطه فرماندهنده در مغز سر انسان است، معنای این آیت روشن‌تر گشت برای ما و شما. یعنی که همون نقطه‌ای که در پیشانی انسان وجود دارد این فرماندهنده است و اختیار انسان از همین جا گرفته می شود. و باز هم معین ساختن که در حیوان ها هم نقطه فرماندهنده آنها در پیشانی وجود دارد و این هم در قرآن کریم ذکر شده است که الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما من دابة فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، یعنی هر جانوری که در روی زمین است الله سبحانه و تعالی اختیار او را به دست دارد. شما ببینید که یک کشفیات علمی روشن‌تر ساخت برای ما و شما آیت‌های قرآنی، معنای آیت‌های قرآنی را برای ما و شما روشن‌تر ساخت. خب وقتی که این دانشمندان می‌بینند که بعد از کشفیات جدید این مسئله در قرآن کریم 1400 سال قبل ذکر شده است، این در حقیقت یک معجزه است و اعجاز علمی می باشد. و
عبدالمجید زندانی رحمت الله علیه میگوید که من یک دکتر را پرسیدم که آیا امکان دارد که پیشانی دروغگوی و خطاکار باشد؟ او برای من یک مثال آورد و گفت که در بعضی از ایالات متحده امریکا زندانیانی که بسیار سخت سر هستند و در داخل زندان مردم را آزار میدهند و آنها را زنجیر بند میکنند، یعنی نگهبانی آنها بسیار دشوار است. آنها را برده جراحی میکنند و از پیشانی آنها همون نقطه فرماندهنده در مغز سر آنها آن را میگیرند. بعد از آن مثل یک کودک یا یک طفل میگردند که اگر برای آنها بگویی که بشین مینشینند و اگر برای آنها بگویی که برو میروند. خب از همین خاطر الله سبحانه و تعالی برای ما و شما در کناره های زمین و آسمان و در نفس های ما و شما روز تا روز آشکار می سازد که این قرآن کریم یک کتاب حق است و وحی از جانب الهی است. چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آن زمان از علمهای این موضوع با خبر نبودند و هر چیزی که برای آن نازل می گشت وحی الهی بود و در آن علم الهی وجود دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید انزله بعلمه، ای انزله و فیه علمه، یعنی که الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرد و در آن علم خود را برای ما و شما روان کرده است که ما و شما برای زندگی خود آن را استفاده بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.